خب شرح بدید. آقای مشاور، توی یکی از بدترین برهه‌های زندگیمم همکارام از ترس و حسادت این که من توی کارم خیلی موفق بودم دارن هی پشت سرم حرف میزنن و تهمت میزنن. خب چی گفتن؟ والا جناب مشاور، من از گفتنش خجالت میکشم. بهم میگن به بیمارام نظر دارم. صحیح. خب شغل شما چیه؟ من دکترم. خب من مورد شما رو متوجه نشدم، یعنی چی؟ به خدا منم هنوز نفهمیدم آقای دکتر. حالا زیر کاری سری اتفاقاتی میفته، ولی خب دیگه در این حد نیست که بیان تهمت بزنن، افترا بزنن، منو از کارم تعلیق کنن. ببینید آقای بهرام، این مشکل عجیبی هست. منتها شما اولین مراجع من نیستید. بله. ولی خب اونا مراجع قبلی من متخصص گوارش بودن. شما تخصص چی دارید؟ من دامپزشکم. آها.